این حال مردم چرا به غیر الله رجوع میکنن؟ چرا عوض یا الله یا مخلوق میگن؟ از یک مخلوق چرا استعانه و استغاثه میکنن؟ مشکل جایی است که در حلقه عقیدی که از قرآن او را گرفته باشن عظمت خالق نشناخته. مخلوق برازی زیاد گفته شده، مخلوق برازی عظمت پیدا کردن. از این خاطر وقتی که مشکل برش پیدا میشه همیشه انسان در مشکلات خود با کسی رجوع میکنه که در فکر و در نظر و در اندیشه و عقیده از او و بسیار با عظمت است، مشکل کشا هست، حاجت روا هست. این حال اگر کس خالق شناخت او باز میفهمه که مشکل گشای ما الله هست. چرا قرآن میگه که اما یجیب المضطر اذا دعاه، کی هست که اجابت دعای کسی بکنه که در سختی قرار داره، در حالت اضطراری هستی؟ میگه تو کی تو را میتونه اجابت بکنه دعای تو را؟ این حال بس اجابت کننده دعا الله هست. و یکشف السوء، و از پیش تو این بدیها را دور بکنه. کی میتونه؟ الله.